درود بر شما دوستان عزیز. به برنامه تحلیل امروز ما خوش آمدید. موضوع امروز ما یک پارادوکس عمیق در ساختار قدرت افغانستان است. رهبر طالبان فرمان می‌دهد اما یارانش همان فرمان را زیر پا می‌گذارند. فرامینی که از قندهار صادر می‌شوند. دستورهایی که مقامات طالبان آنها را احکام الهی و واجب الاطاعه می‌نامند. اما واقعیت در جاده‌های کابل، هرات، مزار شریف، ننگرهار و دیگر ولایات متفاوت است. آیا واقعا جنگجویان و فرماندهان این گروه به این دستورها وفادار هستند؟ امروز می‌خواهیم با اسناد و ارقام معتبر بین المللی و گزارش‌های مستند به شما نشان دهیم که چگونه فرامین رهبر طالبان توسط خود بدنه و مقامات بلندپایه این گروه پامال شدند. از ماه آگوست 2021 تا امروز ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان بیش از 100 فرمان صادر کرده است. وزارت عدلیه طالبان خود تا می 2023 اعتراف کرد که 65 فرمان را در جریده رسمی منتشر نموده. اما فرامین سرنوشت ساز مانند منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم یا منع کار زنان در نهادهای بین المللی در همان جریده رسمی دیده نمی شود. گویی رهبر طالبان می خواهد از زیر بار مسئولیت حقوقی مشهورترین تصمیم‌هایش شانه خالی کند. دفتر زنان سازمان ملل متحد گزارش داده که تنها در حوزه محدودیت بر بدن و زنان افغانستان 70 فرمان صادر شده است. این حجم از فرماندهی انفرادی عملاً جای قانون اساسی، قوانین مدنی و قوانین جزایی افغانستان را گرفته است. مشکل بنیادین همینجاست. فرمانی که پشتوانه نهادی و اجماع ملی نداشته باشد، در نهایت یک وصیت‌نامه سیاسی است، نه قانون. برخلاف تصویری که طالبان از انضباط خود می‌سازند، شواهد متعددی از نقض فرامین رهبر توسط مقامات بلندپایه خود طالبان وجود دارد. ما چند نمونه را به شما اینجا بیان میکنیم. مش نمونه خروار. مورد اول، شهردار کابل مولوی عبدالرشید بلوچ برخلاف فرمان صریح ملا هیبت الله که انتقال زمین‌های عمارتی را منحصر به شخص رهبر کرده بود، زمین تاریخی چمن حضوری را به بازار لیلامی تبدیل کرد. و سراج الدین حقانی وزیر امور داخله و رهبر شبکه حقانی به جای تنبیه شهردار از او تقدیر کرد. این یعنی چی؟ یعنی این که شبکه حقانی به عنوان یک قطب قدرت موازی آشکارا اقتدار رهبر گروه طالبان را مستقر در قندهار به چالش میکشد. مورد دوم، فرمان ممنوعیت چند همسری برای اعضای طالبان. رهبر طالبان از جنگجویانش خواست پس از تصاحب مناصب دولتی ازدواج‌های دوم و سوم و چهارم که غیر ضروری اند نداشته باشد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این فرمان به طور گسترده نادیده گرفته شده است. مورد سوم، فرمان منع آموزش دختران. وال استریت ژورنال گزارش داده که شماری از اعضای طالبان دختران خود را به مکاتب مخفی می‌فرستند یا به پاکستان می‌فرستند. حتی برخی وزیران طالبان بارها به قندهار سفر کردند تا رهبر را برای تغییر این فرمان تحت فشار بگذارند. این شکاف صرفاً یک اختلاف نظر نیست. این یک دوگانگی عمیق قدرت میان کابل یعنی مرکز اجرایی و قندهار یعنی مرکز ایدئولوژیک است. تحقیقات BBC نیز با بیش از 100 مصاحبه نشان می‌دهد که یک حکومت سایه و رقابت درونی در داخل نظام طالبان شکل گرفته است. رهبری قندهار می‌خواهد کنترل ایدئولوژیک را با مشت آهنین اعمال کند و فرمان‌های متعددی صادر کند. اما مقامات در کابل با دلایل عملی و نیاز به تعامل با جهان انعطاف پذیری بیشتری را ترجیح می‌دهند. نتیجه این دوگانگی فلج شدن زنجیره فرمان و اجرای سلیقه‌ای فرامین رهبر طالبان است. مورد چهارم، فرمان عفو عمومی. ذبیح الله مجاهد در نخستین کنفرانس خبری خود گفت برای همه کسانی که در صفوف مخالف ما جنگیدند عفو عمومی اعلام می‌کنیم. اما گذشت زمان ثابت کرد که این فرمان نه یک عفو که یک دام استراتژیک برای خلع سلاح روانی و سپس شکار مخالفان بود. اعداد و ارقام سازمان ملل متحد وحشت‌آور است. تنها در 4 ماه نخست حاکمیت گروه طالبان 148 مورد قتل فراقانونی نظامیان پیشین ثبت شده است. از ماه آگوست 2021 تا ماه جون 2023 یوناما 218 مورد قتل فراقانونی، 14 مورد ناپدیدسازی اجباری و در مجموع بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه این افراد را مستند کرده است. حتی در سال 2025 با وجود کاهش نسبی هنوز 27 مورد قتل، 52 مورد بازداشت خودسرانه اتفاق افتاده است.
مورد پنجم، بازگشت سیاستمداران. طالبان از طریق کمیسیون تماس خود با سیاستمداران و چهره‌های با نفوذی که به خارج گریخته بودند تماس گرفتند و با دادن اماننامه‌ها یا کارت مسئولیت آنان را به بازگشت تشویق کردند. وعده دادند که می توانند در فضای باز سیاسی فعالیت کنند. اما این بازگشت برای بسیاری به قیمت جان یا آزادیشان تمام شد. به عنوان مثال، سید جواد حسینی رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان در ماه جولای 2022 در خانه‌اش بازداشت شد. علی جمعه یاسا مسئول روابط عمومی حزب جنبش ملی افغانستان بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفت. عالیه عزیزی رئیس پیشین زندان زنان کابل با اعتماد به وعده عفو به محل کارش بازگشت و اندکی بعد برای همیشه ناپدید شد. ملا معتصم آقاجان وزیر مالیه سابق طالبان و رئیس کمیته سیاسی شورای کویته در زمان ملا محمد عمر با ضمانت مستقیم و مکتوب ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان از ترکیه به افغانستان بازگشت. اما در سال 2022 استخبارات طالبان به خانه او در کابل یورش برده و اموال شخصیش را توقیف کردند و در نهایت در ماه اپریل 2026 استخبارات طالبان او را در قندهار بازداشت کرد. مورد ششم، فرمان منع خویشخوری و روابط خانوادگی. ملا هیبت الله دستور داد اقارب مقامات برکنار شوند، اما در یک مورد افشا شد تنها عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان 6 قطعه زمین گران قیمت پروژه کابل جدید را به عنوان رشوت به نام همسر، 3 پسر و برادرانش ثبت کرده است. مورد هفتم، فرمان ممنوعیت غصب زمین. ساخت و سازهای شخصی غیرقانونی در اراضی غصب شده دولتی در ولایت هلمند توسط وزیر مخابرات طالبان علی رغم هشدارهای کمیسیون غصب اراضی همچنان ادامه دارد. مورد هشتم، فرمان منع شکنجه و بازداشت خودسرانه. در حالی که شکنجه منع شده است، طالبان کماکان از روش‌های شکنجه مثل غرق مصنوعی، ضرب و شتم شدید با کیبل و انواع مختلف دیگری از شکنجه ها استفاده می کنند. مورد نهم، فرمان منع مجازات بدون حکم محکمه. چند پیش محتسبین امر به معروف در ولایت کابل آیت الله حسین داد شریفی روحانی برجسته شیعه را در جاده به بهانه واهی به شدت لطوکوب و تحقیر کردند. مورد دهم، فرمان حقوق شرعی زنان و منع نکاح اجباری. فرماندهان محلی با استفاده از احرام فشار اقتصادی و تهدید خانواده های فقیر را در ولسوالی ها مجبور به دادن دختران خودسال میکنند. مورد 11، والیان و وزرا هر روز عکس ها و ویدیوهای با کیفیت خود را در شبکه‌های اجتماعی نشر میکنند و عملا این دستور را به تمسخر گرفتند. مورد 12، فرمان منع مداخله در قراردادها و تدارکات. نفوذ و سهمخواهی فرماندهان و وزرا در قراردادهای بزرگ استخراج معادن و تدارکات ملی بیداد میکنند. حالا سوال اینجاست، چرا فرامین رهبر طالبان از سوی فرماندهان و اعضای این گروه نقض می شود؟ ریشه های این نافرمانی ها را باید در چند سطح بررسی کرد. نخست، سطح ایدئولوژیک یا تصفیه به نام دین. برای بخش عمده بدنه طالبان نیروهای نظامی و سیاسی پیشین کفار و مزدوران اشغالگرند. عفو آنان یک الزام شرعی نیست، یک مانع ایدئولوژیک است. لذا حذف فیزیکی آنها بخشی از پروژه تصفیه محسوب می شود. دوم، فروپاشی ساختاری زنجیره فرمان. فرماندهان محلی و میدانی از خود مختاری گسترده برخوردارند. برای یک فرمانده طالب انتقام شخصی، تصاحب اموال یا لذت تحقیر یک شکست خورده به مراتب سنگین‌تر از یک فرمان کاغذی است. شکاف میان قندهار و کابل این بی‌نظمی را تشدید می‌کند. سوم، ابزار عفو به مثابه دام. اساساً فرمان عفو عمومی نه برای بخشش که برای فریب طراحی شده بود. با وعده امنیت طالبان هزاران نفر را از فرار یا مقاومت باز داشتند. این یک عملیات فریب در مقیاس ملی بود. چهارم، تعارض منافع مادی. نیروهای طالبان که سالها در کوه‌ها زندگی سختی داشتند، پس از به قدرت رسیدن ناگهان با خانه‌های لوکس، غصب زمین‌ها و فرصت‌های بزرگ مالی روبرو شدند. از این جهت فرامینی که رفتارهای شخصی یا مالی آنها را محدود می‌کرد، مستقیما با منافع خود در تضاد می‌دیدند و از آن سرپیچی می‌کردند. پنجم، گسست مرکز و اطراف.
یعنی قندهار و کابل. یک شکاف فکری عمیق میان کانون قدرت در قندهار که در انزوای کامل اطلاعاتی به سر میبرد و مقامات اجرایی در کابل وجود دارد. برخی وزرا در کابل برای حفظ بقای حکومت خواهان انعطاف پذیری هستند، اما قندهار بر دگماتیسم اصرار دارد. ششم، ساختار قبیله‌ای و شبکه‌ای قدرت. امارت اسلامی افغانستان یک سیستم متمرکز نیست، بلکه ائتلاف از فراکسیون‌های قبیله‌ای مانند شبکه حقانی و درانی ها است. فرماندهان محلی ناگزیرند برای راضی نگه داشتن افراد خود با آنها امتیازات مالی و اداری بدهند. حالا ببینیم که پیامدهای این وضعیت در افغانستان و بحرانهای ناشی از آن چه خواهد بود. ما اینجا چند مورد از پیامدهای ناشی از نافرمانی از فرمانها و یا فرمانبرداری از فرمانها را بیان میکنیم. اول، بحران انسانی و جنسیتی. با حذف زنان از آموزش و کار، نیمی از جمعیت از چرخه اقتصاد و اجتماع حذف شدند. سازمان ملل از اصطلاح آپارتاید جنسیتی استفاده میکنند. دوم، بحران فرار مغزها. نقض عفو عمومی و ارعاب سیستماتیک دهها هزار متخصص، افسر و مدیر با تجربه را وادار به ترک کشور کرده است. افغانستان ستون فقرات اداری و تکنوکراتیک خود را از دست داده است. سوم، بحران مشروعیت و تضعیف اقتدار. رهبری که حتی قادر به اجرای فرمان خود در میان یارانش نیست، چگونه میتواند ادعای حاکمیت ملی و مشروعیت سیاسی داشته باشد؟ نافرمانی داخلی اقتدار ملا حیبت الله را شکننده و رو به زوال کرده است و خطر قدرتگیری داعش را افزایش داده است. از یک سو اجرای فرامین دگماتیک رهبر طالبان عملا افغانستان را به انزوا کشانده است و از جانب دیگر اگر این فرامین اجرا نشود، هم سیستم با تهدید مواجه می شود. چون تمرد روزافزون فرماندهان شیرازه نظمی را که طالبان ادعای آن را دارند از هم می پاشد و کشور را به سمت ملک الطوایفی و ناامنی هدایت می کند. پس راه بیرون رفت از این وضعیت چیست؟ اول، گذار از حکومت فرمان محور به حکومت قانون محور. تشکیل حکومت مبتنی بر اجماع همه مردم و اقوام. مشروعیت حکومت در گرو مشارکت تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور است. یک حکومت تک قومی و تک حزبی نمیتواند ثبات بیاورد. باید سازوکاری برای تقسیم قدرت میان تمام جریانات تحت یک دولت موقت و سپس انتخابات آزاد و تحت نظارت بین‌المللی طراحی شود. اجرای عدالت انتقالی و پایان معافیت از مجازات. برای التیام زخمها یک کمیسیون مستقل حقیقتیاب و پاسخگو تشکیل شود. عاملان نقض فرمان عفو و سایر جنایات بدون استثناء باید محاکمه شوند. بدون عدالت مصالحه ملی یک شعار میانخالی خواهد بود. چهارم، تضمین و احیای حقوق اساسی. تمامی فرامین ناقض حقوق بشر، به ویژه فرامین محدود کننده زنان در آموزش و کار باید لغو شود. بازگشت زنان به مکاتب، دانشگاه‌ها و بازار کار نه یک گزینه که یک ضرورت حیاتی برای توسعه اقتصادی کشور است. پنجم، انجام گفتگوهای ملی و بین المللی ساختار یافته. یک سازوکار گفتگوی ملی با تسهیلگری سازمان ملل متحد شکل بگیرد که در آن طالبان، جریان‌های سیاسی مخالف، نمایندگان زنان، اقوام و جامعه مدنی حضور داشته باشند. هدف رسیدن به یک توافق سیاسی جامعه برای دوره گذار و تعریف نقشه راه برای آینده است. ششم، همکاری هوشمندانه با جامعه جهانی. جامعه جهانی تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک را حفظ کند، اما همزمان مسیر روشنی برای لغو مشروط آنها در ازای پیشرفت‌های ملموس و قابل راستی آزمایی در زمینه حقوق بشر، حکومتداری فراگیر و قطع روابط با گروه‌های تروریستی ترسیم نماید. کمک‌های بشردوستانه نباید قطع شوند، اما هر گونه کمک برای بازسازی و توسعه باید مشروط به تغییرات اساسی در ساختار سیاسی باشد. هفتم، حذف سیستم ملک الطوایفی. افغانستان از سیستم ملک الطوایفی فرامینی عبور کند و یک قانون اساسی مدون بر پایه مشارکت ملی تدوین کند که تفکیک قوا و حقوق شهروندی را تضمین کند. 8. بازسازی ساختار آشتی ملی. کمیسیون تماس از حالت نمایشی خارج شود. ما نیاز به یک مجمع ملی گفتگوهای فراگیر با حضور احزاب، اقوام، مذاهب و زنان داریم تا به یک توافق توزیع عادلانه قدرت برسیم. 9. نهادینه سازی عدالت و ختم معافیت از مجازات.
فرامین چون عفو عمومی باید به قوانین مدون با ضمانت‌های جدی تبدیل شوند. باید محاکم مستقلی برای بررسی و مجازات عاملان شکنجه و ترورهای قضایی ایجاد شود. اگر این تحلیل برایتان مفید بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان به اشتراک بگذارید و دیدگاهتان را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. به کسی توهین نکنید، اما حقیقت را بگویید ولو تلخ باشد. با امید روزی که افغانستان خانه صلح و عدالت برای همه فرزندانش باشد. تا برنامه بعدی در پناه حق باشید.